مجبوریم آهنگمون رو باهاش بشماریم، حالا یا با ضرب پا زدن یا با مترونوم یا با دست. بستگی به سازمون داره که سازمون چی باشه. مترونوم به درد تمام سازان میخوره و لازمه برای تمرین هر آهنگی که با مترونوم تمرین بکنیم. حالا من برای مثال سرعت 120 رو به عنوان پیش‌فرض میذارم. بعد قسمت دوم میریم قسمت کسر میزان یا میزان نمای ریتم آهنگمون که اینجا برای مثال 4-4 رو گذاشته. ما میتونیم 3-4 2-4 یا حتی 1-4 یا از اون ور 3-8 یا ریتم خیلی معروف ما ایرانیان 6-8 بذاریم و باهاش ریتم آهنگمون رو تنظیم بکنیم که بستگی همه اینا بستگی با نوع آهنگمون داره که چه ریتمی داره. برای مثال من همون آهنگ ریتم 4-4 رو اینجا تنظیم میکنم و حالا